چیزم براتون از آقا سلام علیکم. من نوشینم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز اومدم تا براتون ریمل های رنگی سفورا رو تست کنم. من از این محصولا قبلا خودم استفاده کردم، از هر سه تا رنگش. صورتم میکاپ کردم ولی ریمل نزدم برای اینکه بتونم واسهتون ریمل رو همینجا تست بکنم. بریم بزنیم ببینیم چجوریه. من اون یکی چشم دیگه آف کامرا میزنم و بعد دوباره برمیگردم. خب بزنید شما رو بیارم جلوتر حتی. خب من ریمل آبی بالا رو زدم، برم که صورتی رو بزنم برای پایین. همینطوری که میبینین موجه ها کاملا اینجوری دونه دونه است و واقعا رنگ خودشه. براشش خیلی خوبه، قشنگ از هم جدا میکنه. توی سایت سفورا دیدم که این ریمل مشکی، سرمه‌ای و بنفش هم داره. این خاله صورتی خوش بشه بعد برش دارم. من برم سایه رو بزنم، اون یکی چشمم رو هم بزنم و بعد برگردم بیام میشید. صورتی رو برای پایین زدم و میارم تون جلو که ببینیدش. حتی جلوتر. بعدم براتون سبزه هم میزنم، یه دونه شورت ویدیو هم میگیرم که ببین این روی چشم چه شکلی عکس هم میگیرم که بهتر ببینید. من از این ریملای سفورا خیلی راضی بودم، هم کیفیتش هم قیمتش خیلی مناسب بود. بریزه اذیت بکنه چشم درد بگیره و اینا اصلا هیچ کدوم اینا نداشت. خیلی هم سبکه. اگر شما هم مثل من به ریملای رنگی علاقه دارید، من فکر میکنم که توی ریمل‌های رنگی که تا الان استفاده کردم نسبت به قیمت، اول سفورا جون مرسی که تا اینجا با من بودید. ماچ بهتون، دمتون گرم. میخواین که سبز صورتی استفاده